به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. دوستان گلم سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. علیاصغر حیدری هستم و در این ویدیو میخوام آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از پایه ششم به هفتم رو که در سال 1402 برگزار شده رو برای شما عزیزان تحلیل کنم. خب بچه‌ها در این ویدیو دفترچه شماره 1 رو با همدیگه تحلیل میکنیم. دوستان گلم بریم سراغ سوال 26. در این سوال گفته حمید با تمام پس‌اندازش وارد بازار بورس شد. در ماه اول ارزش داراییش 2 برابر شد، اما در ماه دوم 20 میلیون تومان از دست داد. در ماه سوم مجددا ارزش داراییش 2 برابر شد. در ماه چهارم 20 میلیون تومان دیگر، البته 120 میلیون تومان دیگر از دست داد. ولی با خوش اقبالی در ماه پنجم ارزش دارایی او 2 برابر شد. متاسفانه در ماه ششم 20 میلیون تومان دیگر از دست داد و با جیب خالی بازار را ترک کرد. دارایی ابتدایی او چند میلیون بوده؟ بچه ها به ماه ششم دقت کنید. در ماه ششم 20 میلیون تومان از دست داده و کل داراییش از بین رفته. یعنی در ماه ششم ایشون 20 میلیون تومان داشته که این 20 میلیون تومان رو از دست داده و موجودیش صفر شده. خب در ماه پنجم ارزش داراییش 2 برابر شده که این 20 میلیون تومان به دست اومده و ماه ششم اون 20 میلیون تومان رو هم از دست داده. یعنی بچه ماه پنجم، ابتدای ماه پنجم چقدر پول داشته؟ 10 میلیون تومان پول داشته. ابتدای ماه پنجم 10 میلیون تومان پول داشته، انتهاش 2 برابر شده 20 میلیون تومان. در ماه ششم اون 20 میلیون تومان رو تا انتهای ماه به کل از دست داده. بیایم سراغ ماه چهارم. در ماه چهارم 120 میلیون تومان از دست داده تا انتهای این ماه به 10 میلیون تومان رسیده. پس بچه در ابتدای ماه چهارم ایشون 130 میلیون تومان داشته که با از دست دادن 120 میلیون تومان 10 میلیون براش باقی مونده. بیایم سراغ ماه سوم. در ماه سوم ارزش داراییش 2 برابر شده 130 میلیون. یعنی چقدر بوده؟ نصف 130 میلیون، یعنی 65 میلیون بوده در ماه سوم که 2 برابر شده. انتهای ماه سوم شده 130 میلیون. پس ابتدای ماه چهارم رو با 130 میلیون شروع کرده و 120 میلیون در انتها از دست داده. بیایم سراغ ماه دوم. گفته در ماه دوم 20 میلیون تومان از دست داده تا به این عدد رسیده. پس بچه ها ماه دوم ایشون 85 میلیون تومان داشته که با از دست دادن 20 میلیون تومان ارزش داراییش شده 65 میلیون تومان. در ماه اول هم ارزش داراییش 2 برابر شده تا به این عدد رسیده. پس ماه اول وقتی که وارد این بازار مالی شده نصف این مقدار پول داشته، یعنی 42.5 میلیون پول داشته و در نتیجه گزینه چهارم جواب درسته. پس بچه ها یادتون باشه تو این تیپ سوالات بهتره که از آخر به اول حل کنیم. البته راه سخت دیگه هم داشتیم، یه مقدار وقتگیر بود. این بود که بیاین تک تک گزینه ها رو بررسی کنیم، اما این بررسی گزینه ها همیشه سریع ترین روش نیست و گاهی خیلی وقتگیر میشه. اما دوستان گلم در سوال 27 باز یه مسئله داریم. در این سوال گفته در یک بازی فوتسال 5 نفره 40 دقیقه‌ای 3 بازیکن تعویضی وارد زمین میشن. همه بازیکنان تعویضی برای مدت یکسانی در زمین حضور دارند و هیچ بازیکنی نمیتواند بیشتر از یک بار وارد زمین شود. میانگین مدت زمان حضور بازیکنان در زمین چقدر است؟ خوب دقت کنید بچه‌ها. بازی کلاً برای هر تیم با 5 نفر و زمان 40 دقیقه انجام میشه. پس کل زمان اگر بخوایم به صورت نفر زمان حساب کنیم به این صورت باید عمل کنیم. اول 5 نفر رو ضرب در 40 دقیقه میکنم
و این نتیجه میشه که در کل بازیکنان تیم 200 دقیقه بازی میکنن. حالا این زمان بازی مجموع 5 نفره. حالا میخوام نفر زمان رو حساب کنم. چی کار میکنم؟ قراره که این 5 بازیکن 3 تاشون تعویض بشن، یعنی در مجموع 8 تا بازیکن این بازی فوتبال رو یا فوتسال رو انجام میدن. پس بخوایم میانگین بگیریم که هر بازیکن تقریبا چقدر در زمین بوده، باید 200 رو تقسیم بر 8 کنیم. به این ترتیب جواب ما برابر با 25 دقیقه میشه و در نتیجه گزینه اول جواب درسته. یه بار دیگه بچه‌ها توضیح بدم. هر تیم 5 نفره و هر تیم 40 دقیقه بازی میکنه. پس در مجموع 5 نفر 200 دقیقه بازی میکنن. حالا میخوایم ببینیم که به طور میانگین این 8 تا بازیکنی که تو زمین میرن، 8 تا بازیکن از کجا آمد؟ 5 تا بازیکن اصلی و 3 تا بازیکن ذخیره که جایگزین میشن، بازیکنای تعویضیمون. پس 8 نفر بازی انجام میدن. این 8 تا بازیکن به طور میانگین چند دقیقه بازی میکنن؟ 200 رو تقسیم بر 8 کنیم، حاصل برابر 25 میشه. عزیزان دلم، رسیدیم به سوال 28م. در این سوال گفته به جای علامت سوال کدام گزینه رو میتونیم قرار بدیم؟ خوب دقت کنین. 2 تا مربع داده، تو هر کدوم 6 تا عدد نوشته. اگر ما بخوایم مستقیما ببینیم که 4328 به چه صورتی به 2434 تبدیل شده یا 2893 به چه صورتی به 8261 تبدیل شده، به جایی نمیرسیم. بچه اینجا باید به رقم‌های تشکیل دهنده عددها دقت کنیم. خوب دقت کنین. من اینجا 28 رو دارم و اینجا 28 به 82 تبدیل شده. اینجا 39 رو دارم تبدیل به 93 شده. پس به این ترتیب میبینم که برای پیدا کردن عدد مورد نظر کافیه که این 2 رقم رو جابجا کنم و یا به عبارتی این عدد رو، عدد 71 رو مغلوب کنم بشود 17. خب بچه ما 61 رو از کجا آوردیم؟ اگر این 16 رو مغلوب کنیم و بیاریم به این قسمت به 61 میرسیم. یا در اینجا اگر این 23 رو مغلوب کنیم و بیاریم به این قسمت به 32 میرسیم. پس در اینجا هم 28 رو مغلوبش میکنم میشه 82 و به سمت راست 17 انتقال میدم. به این ترتیب عدد مورد نظر 1782 میشه که در گزینه سوم ملاحظه میکنیم. همونطور که دقت کردیم ما برای رسیدن به جواب اصلا با این ستون کاری نداشتیم و در جواب ما هم هیچ تأثیری نداشت. بهتر بود که همون ستون آخر رو بررسی میکردیم تا سریعتر به جواب برسیم. در سوال 29 گفته به جای علامت سوال کدام گزینه رو میتونیم قرار بدیم؟ خب بچه‌ها تو این تیپ سوالات معمولاً ما باید بررسی کنیم ببینیم چه ارتباطی بین این 3 تا عدد گوشه‌ای هست تا عدد وسطی به دست میاد. خب در اینجا من میتونم 3 رو تقسیم بر 3 منهای 0 کنم. 3 منهای 0 میشود 3. 3 تقسیم بر 3 برابر با 1 میشه. در اینجا هم همین کار انجام میدیم. باید 0 رو تقسیم بر 3 منهای 1 کنیم. میدونیم 0 تقسیم بر هر عددی برابر خود 0 میشه که در خونه وسطی میبینیم. بچه در اینجا چی؟ باید این 3 رو تقسیم بر 1 منهای 0 کنم. خب 1 منهای 0 میشه خود 1. 3 هم تقسیم بر 1 برابر خود 3 میشه که عدد وسطیه. همین کار اینجا انجام بدیم. بچه ها باید 8 رو تقسیم بر 11 منهای 9 کنیم. 11 منهای 9 میشود 2. 8 هم تقسیم بر 2 برابر با 4 میشه که در نتیجه گزینه دوم جواب ما خواهد بود. دوستان گلم در سوال 30 گفته اعداد داخل هر مستطیل از جهتی شبیه هم هستند
این وجه شباهت را پیدا کنید و بگویید کدام عدد را میتوان جای علامت سوال گذاشت. به این جدول دقت کنید، شامل 4 تا خونه است. در این خونه عددهای زوجی رو میبینید که مضرب 2 هستند. در این خونه عددهای زوجی رو میبینید که مضرب 6 هستند. در این خونه عددهای فردی رو میبینید که مضرب 3 هستند. و در این خونه هم شما عددهای فرد میبینید، همشون مضرب 5 نیستن. پس مضرب بودن در اینجا معنی نداره. اما با توجه به هر ستون نتیجه میگیریم که در ستون سمت چپ تمامی عددها زوجن و در ستون سمت راست تمامی عددها فردن. بریم سراغ گزینه ها. خب بچه ها، در 4 گزینه داده شده گزینه 2 و 4 حذف میشن، چون ما باید عدد فردی رو به جای علامت سوال انتخاب کنیم. حالا 63 جوابی یا 65؟ همونطور که گفتم در اینجا ما عددهای فرد رو داریم ولی همشون مضرب 5 نیستن. پس این که من بگم چون 65 مضرب 5 باید انتخاب بشه انتخاب درستی نیست. خب چه کار کنیم؟ تنها چیزی که به ذهن من میرسه و شاید مد نظر طراح هم بوده اینه که در هر کدوم از خونه ها مجموع رقم ها یک عدد یک رقمی میشه. 1 با 4 میشه 5، 1 با 0 میشود 1، 4 و 2 6، 3 با 6 9، 6 با 0 6، 1 هم با 8 میشود 9. تمامی عددهایی که دیدین جمع رقم هاشون کمتر از 10 بود. 1 با 5 میشود 6، 3 با 3 6، 8 و 1 9، 3 با 5 8، 1 با 7 هم 8. خب جمع همه رقم ها در عددهای داده شده عدد یک رقمی شد. اما به 65 دقت کنین، 6 به اضافه 5 برابر با 11 میشه که یک عدد دو رقمیه. پس در اینجا اگر بخوایم تمامی این نکاتی رو که گفتم کنار هم بذاریم باید 65 رو حذف کنیم و به جا 63 رو انتخاب کنیم که جمع رقمهاش برابر با 9 میشه. اما عزیزان بریم سراغ سوالهای 31 و 32. همتیپ این سوالات رو تو کتاب هوش جامعه آیکیو دارین. تو بخش تصویری به عنوان رمزنگاری میتونین دنبال سوالای مشابه این سوالات بگردین. گفته 4 شکل آمده که هر یک با یک کد مشخص شده. با توجه به کدهای ارائه شده کد شکل سمت راست را شناسایی کنیم. برای جواب دادن به این تیپ سوالات بهتره که ما بریم شکل هایی که حروف یکسان دارن رو با همدیگه بررسی کنیم. خب خوب دقت کنیم. در اینجا من حرف ب رو میبینم، اینجا هم حرف ب رو میبینم و وجه شباهت این دوتا شکل اینه که نیم دایره‌ای که توش یک دایره رنگی وجود داشته باشه در هر دوتا دیده میشه. در مورد این دوتا شکل چی؟ حرف الف مشترکه. اگه دقت کنین الف داره به این اشاره میکنه که یکی از نیم دایره هامون تو خالیه، اینجا هم به همین ترتیب. پس به این ترتیب با مقایسه این دوتا میبینیم که حرف س نشون میده که یکی از نیم دایره ها شامل دو تا دایره است. اینجا هم دقیقاً همین مورد رو ملاحظه میکنیم. حالا بچه شکلی که ما داده تو هیچ کدوم از نیم دایره هاش دایره دیده نمیشه. یعنی نیم دایره های تو خالی هن و نیم دایره تو خالی رو باید با الف نشون میدادیم. پس در اینجا کد مورد نظرمون میشود الف الف. یعنی جواب ما گزینه 2 خواهد بود. اما بچه سوال 32 هم دقیقا مثل سوال قبلی سوال رمزنگاریه. خوب به این شکل ها دقت کنید. باز هم باید دنبال حروف مشترک بگردیم. این دوتا حرف ر رو دارن
و تنها اشتراکشون اینه که هر جفتشون مثلث بزرگ دارن. پس این حرف ر داره به مثلث بزرگ اشاره میکنه. در اینجا هم مثلث بزرگ میبینیم، پس باید حتما از حرف ر استفاده کرده باشه. به این دوتا دقت کنین، حرف پ رو مشترکاً دارن. هر جفتشون هم شامل دو تا مثلثن، یعنی شما اینجا دو تا مثلث میبینی، اینجا هم دو تا. پس پ میتونه به تعداد مثلث ها اشاره کنه. در اینجا هم ملاحظه میکنید که تو این دوتا شکل از حرف قاف استفاده کرده و هر جفتشون هم یک مثلث دارن. پس قاف هم داره تعداد مثلث ها رو نشون میده. پس در اینجا ما باید دنبال حرفی باشیم که تعداد مثلث ها رو نشون بده. یه مورد دیگه هم این که ما گفتیم حرف ر داره مثلث بزرگ رو نشون میده، حرف میم هم مثلث کوچک رو نشون میده. ما در اینجا چون مثلث بزرگ داشتیم از حرف ر استفاده کردیم و از طرفی چون سه تا مثلث داریم پس نباید از حروف قاف یا پ و یا میم استفاده شده باشه. بریم سراغ بررسی گزینه ها. برای پر کردن حرف دوم باید از حروفی به غیر از اینایی که گفتم استفاده شده باشه که با توجه به این که در گزینه ها هم فقط از یک حرف استفاده شده و اون حرف هم حرف را هست، ما باید گزینه 3 را انتخاب کنیم. اما بچه بریم سراغ سوال 33 که مربوط به مبحث دسته‌بندی شیک ها هستش. خیلی از بچه ها میان از این روش اشتباه استفاده میکنن که تک تک شیک ها رو شروع میکنن تحلیل کردن و بررسی کردن، بعد دسته‌بندی میکنن. سریع ترین روش برای جواب دادن به این سوالات اینه که از گزینه ها استفاده کنیم. دقت کنین، در گزینه 1 3 تا دسته داریم، 7 و 8 و 2. به شکل 7 دقت کنین، 2 تا قطعه رنگی داره که یه خونه با هم فاصله دارن. در شکل 8 2 تا خونه رنگی مقابل همن و در شکل 2 هم 2 تا خونه رنگی مقابل هم دیگه هستن. پس این دسته‌بندی مناسبی نیست. واسه همین گزینه 1 رو کلاً حذف میکنن. بیایم سراغ گزینه دوم. گفته 9 6 و 4 تو یک دسته باشن. به شکل 9 6 و 4 دقت کنین. تو هر سه شکل ما قطعات رنگ شده کنار هم دیگه هستن. پس این یک دسته‌بندی مناسبه. دسته بعدی 8 3 و 2 هست. 8 3 و 2 اگه دقت کنین قطعات رنگ شده دقیقا مقابل هم دیگه هستن. پس این دسته‌بندی هم یک دسته‌بندی مناسبه. دسته آخر هم 7 و 5 و 1. به 7 دقت کنین، قطعات رنگ شده با یک خونه فاصله در کنار هم قرار گرفتن. در اینجا هم همین اتفاق افتاده و در اینجا هم همین اتفاق افتاده. بین این دو تا قطعه رنگی این قطعه باقی مونده. پس به این ترتیب سه تا دسته‌ای که اینجا ملاحظه می‌کنین دسته‌بندی های مناسبی هستن و در نتیجه گزینه دوم جواب درسته. اما دوستان گلم در سوال 34 گفته از عبارت آهن فلز است و هر فلزی رساناست کدام را نمی شود نتیجه گرفت. بچه ها برای جواب دادن به این تیپ سوالات باید از نمودار ون استفاده کنیم که در کتاب تیسوشان جامعه ششم آیکیومون به طور کامل این مبحث رو توضیح دادیم. نمودار ون به این صورته. من آهن رو با این خط شکسته، خط خمیده بسته نشون میدم. پس این نشون دهنده آهنه. آهن فلزه، پس خود آهن توی دسته بزرگتری به نام فلز قرار میگیره و هر فلزی هم رساناست نتیجه میشه که خود فلز هم توی یک دسته بزرگتر به نام رسانا قرار میگیره. پس بچه هر آهنی قطعا رسانا هم خواهد بود. بیایم سراغ بررسی گزینه ها. در گزینه 1 گفته هر رسانایی فلزه. خب بچه خوب دقت کنین، ما بیرون فلز ها یه سری رساناهایی رو داشتیم که فلز نبودن. به این ناحیه دقت کنین. پس نتیجه میشه که این گزینه غلطه. حالا گزینه دوم، بعضی رسانه ها فلز هستن. خوب دقت کنین توی رسانه ها بعضی هاشون فلز هستن. پس این درسته.
همه اجسام آهنی رسانا هستند. دقیقاً آهن درون رسانا قرار گرفته، پس همه آهن‌ها رسانا هستند. هیچ نارسانایی فلزی نیست. خب بچه ها اینا رسانه هستن، نارسانا میفته بیرون اینا و چون بیرون این نمودارهاست نمیتونن فلزی باشن. به این ترتیب جواب خواسته شده هم گزینه 1 خواهد بود. دوستان گلم، در ادامه میرسیم به این متن که باید با دقت بخونیم و با توجه به اون به سوالهای 35 تا 37 جواب بدیم. در این متن گفته شکل روبرو نقشه یک گلخانه است. خطوط افقی عمودی هم نشان دهنده خیابان‌ها و عددهای دور گلخانه ها نشان دهنده درهای گلخانه ها هستند. دقت کنین این خطوط مسیرها رو نشون میدن و این عددها هم درها رو نشون میدن. در ادامه گفته مربع‌های کوچک که با حروف مشخص شدن باغچه کاشت نهال هستند. پس این مربع‌ها باغچه کاشت نهالن. هر فرد برای بازدید از یک باغچه لازمه که از 2 ضلع آن عبور کنه. خب این یکی از شرط‌های مهم این متنه. من زیرش خط میکشم که یادم بمونه. برای بازدید از هر باغچه لازمه که از 2 ضلعش عبور کنیم. مثلا فردی که مسیر مشخص شده در شکل رو طی میکنه از باغچه ای بازدید میکنه. بچه‌ها این مسیر دقت کنین. دقیقاً از 2 ضلع باغچه ای عبور کرده، اما بقیه باغچه ها رو فقط 1 ضلعشون رو طی کرده. پس برای بازدید از A باید حتما 2 ضلع مسیر رو طی کنیم، اما این دوتا باغچه بازدید نمیشه به دلیل اینکه فقط از 1 ضلعشون عبور کردیم. در ادامه میگه که قراره هر فرد از یه در وارد بشه و دقیقاً از 1 باغچه بازدید کنه. پس حواسمون باشه که بازدیدهامون بیشتر از 1 باغچه نشه. زیر این قسمت هم خط میکشم و از در دیگه هم خارج بشه. فاصله بین هر دوتا تقاطع کنار هم 100 متره، یعنی تمامی این پاره خط‌هایی که میبینین 100 متری هستن. و قوانین حرکت هم تو این گلخانه به این شرحه. دایره علامت بنبسته و امکان عبور از اون وجود نداره. به این دایره دقت کنین. این مسیر به بنبست میخوره، یا اینجا این مسیر به بنبست میخوره، این مسیر به بنبست میخوره. پس این شرط اولمون. شرط بعدی، از بین 2 مسیر کوتاه‌تر مسیر بهتر محسوب میشه. پس تو انتخاب مسیرها باید دقت کنیم که کوتاه‌ترین رو انتخاب کنیم. در صورت برابر بودن مسافت‌ها مسیری بهتره که چرخش کمتری داشته باشه. این هم شرط سوممون. باید به تعداد چرخش‌ها دقت کنیم که کمترین چرخش رو انتخاب کنیم. در سوال 35 گفته بهترین مسیر برای رسیدن از در 19 به در 4 کدومه؟ خب بچه اول به شکل دقت کنین. قرار از این در وارد شیم و از این در خارج شیم. حتما باید از 1 باغچه هم بازدید کنیم و برای بازدید از باغچه باید از 2 ضلعش عبور کنیم. اگر به این مسیر دقت کنین، در این مسیر ما از باغچه نون از 2 ضلعش عبور کردیم و به سادگی میتونیم از این باغچه بازدید کنیم. اما بقیه باغچه هایی که در مسیرمون وجود داشت فقط از 1 ضلعشون عبور کرده بودیم. پس در اینجا جواب ما گزینه 3 خواهد بود. در سوال 36 پرسیده که بهترین مسیر برای رسیدن از در 16 به در 22 چند تا چرخش داره؟ قوانین رو رعایت کنیم. 1. تعداد چرخش کمتر. 2. از دایره ها نباید رد بشیم و 3 که حتما باید از 2 ضلع باغچه ها رد بشیم. بچه ها من میتونم این مسیر رو طی کنم. اگر این مسیر رو طی کنیم از 2 ضلع باغچه نون رد میشیم، میایم بالا و به این ترتیب 1 چرخش اینجا داریم، چرخش دوم، چرخش سوم و چرخش 4. شاید دانش آموزی مسیر رو به این صورت انتخاب کنه.
از اینجا بیاد بالا، این مسیر رو بره، مجددا بره بالا و از کنار باغچه A از 2 ضلع اون رد بشه. به این ترتیب این مسیر هم میتونه جواب ما باشه. و برای باغچه جیم هم میشه همین کار رو تکرار کرد. از اینجا بیایم بالا، از کنار جیم رد بشیم، 2 ضلعش طی میشه، بیایم بالا، مجددا یه چرخش دیگه و بعد بریم بالا. به این ترتیب 1 چرخش، 2 چرخش، 3 چرخش، این هم 4 چرخش و در نتیجه 3 تا مسیر میتونستیم بریم که به در 22 برسیم. پس با 4 تا چرخش به جواب رسیدیم. اما در سوال 37 پرسیده بهترین مسیر برای رسیدن از در 10 یعنی از این در به 6 کدام است؟ باز به شرط ها دقت کنین، از دایره رد نشین، تعداد چرخش ها کمتر باشه و حتما از 2 ضلع یک باغچه عبور کنین. من از 10 شروع میکنم، این مسیر رو طی میکنم، میام و از کنار باغچه میم از 2 ضلعش رد میشم، میام پایین تر، این مسیر رو طی میکنم و به در 6 میرسم. به این ترتیب جواب ما میشه گزینه دوم. باز هم بچه ها دقت کنین، جواب باید دارای تعداد چرخش های کمتر و همچنین رد شدن از 2 ضلع یک مربع باشه.